سخن را شعر بخشد زیب دیگر، شود از نظم افسون قدر گوهر. السلام علیکم به همه اون گوهرشناسانی که اینجا پشت آینه نیلگون نشسته و ما رو میشنوید. اینک پس از چند باز هم مهمونی کاشانه های پر از مهر و محبت شما عزیزان هستیم با برنامه نوبتی استعداد. امروز آمدیم تا باز هم استعدادهای نو را به شما معرفی کنیم. آمدیم تا استعدادهایی را پیشکش شما بکنیم که واقعا لایق تحسین هستند. اینجا کناری من یک گل دختره که خیلی زیبا و کوچک نشستند. میخواهم خودشان را معرفی کنند. کی هستند؟ از کجا هستند؟ بیایید از خودشان میفهمیم، بعداً به استعدادهایشان روی میاریم و از شعر و افسانه و داستان و قصه هایشان بهره میبریم. خود را معرفی میکردید؟ به نام خداوند جان و خرد که از این برتن اندیشه بد نگذرد. من مطلوب زاده عزیزه 6 سالم باشم. پارچه از شاهنامه. کشته شدن سهراب از دستی رستم. دیگر باره اسپان ببستند سخت، بسر بر همه گشت بدخواه بخت. حرامگه که خشم آورد بخت شوم، شود سنگ خارا به کردار موم. به کشتی گرفتن نهادند سخت، گرفتند هر دو دوالی کمر. سپهدار سهراب آن زرده است، تو گفتی که چرخی بلندش ببست. تشکر. اینجا عزیزه خودشون رو معرفی کردند، گفتند عزیزه هستند، 6 ساله هستند. عزیزه شما 6 ساله هستید، با یگان باغچه کودکانه می روید؟ بله. با کدام باغچه می روید؟ باغچه عظمت. حاضر می روید؟ نه. نه. شما پیشتر به باغچه عظمت می رفتید، حاضر باشد در خانه هستید؟ بله. اگر شما در خانه هستید اینقدر شعر و افسانه ها رو از کجا ازیاد کردید؟ از پپکه اپا. اپاتون چگونه پپکه دارند؟ پپکه کلان. چرا اپاتون در پپکه شعرها رو نوشته ازیاد میکنند؟ برای آنکه آزمون دارند. برای کدام آزمون میدانید؟ بله. کدام آزمون؟ آزمون فروغ صبح دانای کتاب است. اپای شما در صنف چندم میخونند؟ 5. نامشان چی است؟ نگاره. پس نگاره در صنف 5 میخوانند، اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب هستند. شعرهای خود را در پپکه میگویند، عزیزه جمع آوری نموده و آنها را ازیاد میکنند. وقتی که نگاره شعر ازیاد میکنند، عزیزه کناری نگاره نشسته شعرهای آن کس را ازیاد میکنند. همین خیر؟ بله. شما بجز از آنی که همراهی اپاتون شعر ازیاد میکنید، در خانه باز چیکار میکنید؟ به کارهای مادرم یاری میرسم. به کدام کارهایشان باشد؟ به خواهرم نگاه میکنم، خانه و حولی رو میروم. شما خواهر دارید؟ بله. نام خواهرتان چی است؟ زینب. شما با زینب بازی میکنید؟ بله. اگر قهرتان آید زینب رو میزنید؟ نه. نمیزنید. پس شما اپای خوب هستید. نام مادرتان چی است؟ گلانفر. شما مادرتان رو دوست میدارید؟ بله. اگر اینجا من بگویم که عزیزه بیایید با کامera نگاه بکنید و بگویید که مادر من شما رو دوست میدارم، چی خیلی میگویید شما همین رو؟ مادر جان من شما رو خیلی دوست میدارم. تشکر. عزیزه ما از شاهنامه شعرها ازیاد نمودند، زیرا که اپاشون از شاهنامه یا از دیگر شاعران شعرها قرائت میکنند. در اونجا عزیزه نشسته این شعر رو از خود میکنند. اینجا گفتید مادرتان رو دوست میدارید، برای مادرتان یگان شعر ازیاد کرده؟ در وصف مادر یگان شعر میدونید؟ بله. کدام شعر؟ دیوی مادر. جهانی مهر مادر به کنار است، ثنا بادا محمد را چه خوش گفت. بهشت زیر قدم مادران است. واقعا هم تماشابینان عزیز، بهشت زیر قدم مادران است. ببینید که از کودک خرد تا کلان سال این رو میدوند و مادر رو قدر میکند. همه اون زحمت هایی که مادر میکشد
ما نمیتوانیم آنها را جبران بکنیم. پس میتوانیم با خوشبختی که خودمان داریم مادر را خوشحال بکنیم. پس کوشش بکنید در زندگی خوشبخت باشید، خوشحال باشید، موفق باشید. برای موفقیت خود تلاش نمایید تا مادر شما اینها را دیده خوشبختی حقیقی را احساس بکنند، زیرا هیچ مادر از غم فرزند شاد نمی شود. ما نیز سلام میگوییم به آن زنهایی که مردند و طفلان خود را در خانه نشسته آنگونه تربیت میکنند که هیچ مکتب آنگونه طفل را تربیت نمی کند. به طفل آن شعرها و آن حرفها را نمی آموزد. شما گفتیم برنامه استعداد را تماشا دارید از تلویزیون سیما. مهمان ما هستند عزیزه 6 ساله. اینجا درباره مادر شعر خوندید. شما نام وطن عزیزمون رو میدونید عزیزه؟ بله. چی است؟ تاجیکستان. پایتخت تاجیکستان کدام شهر است میدونید؟ بله. کدام شهر است؟ دوشنبه. شهری دوشنبه است. آفرین. و اگر شما اینها رو میدونید درباره وطن یگان شعر میدونید؟ بله. کدام شعر؟ وطنی من تاجیکستان، سرسبز و خرم هستم، مانند مادری جان، دوستش دارم منزی جان. آفرین عزیزه. اینجا درباره وطن شعر خوندید. بجز از خواندن شعر شما چیستان ضرب المثل ها رو میدونید؟ بله. اینجا برای خردککانی که ما رو تماشا میکنند بیاید یک چیستان بگویید. یک چادر زنگاری، شبها پرو روز خالی. خب شنوندگان عزیزی ما، آن خردترکانی که ما رو میبینید چیستانی عزیزه رو شنیدید، شما جوابش رو میدونید؟ بیایید پیش از آنی که عزیزه پاسخ رو میگوید شما جواب رو بگویید. پس میبینیم که کدامی از شما جوابی درست را یافتید. عزیزه جواب این چیستان چی است؟ ستاره و آسمان. آسمان و ستاره است میگویند. کدامی از شما جواب را درست یافتید؟ اگر که جواب شما هم ستاره و آسمان بود پس آفرین به شما نیز، زیرا که شما نیز پاسخ درست را یافتید و توانستید به چیستانی عزیزه پاسخ بگویید. عزیزه چیستان گفتید اینجا و شما گفتید از فایل اپاتون شعرها را از یاد نمودید. اپاتون که در آزمون اشتراک میکنند من میدونم که اونجا شعرهای کودکانه است. یکی از شعرهای کودکانه شعر مادر نام دارد. شما این شعر رو میدونید؟ بله. بیایید همون را برای تماشابینان ما زیبا قرائت بکنید. دادم بنینی اندکی اندک، شیره انگور هوای قندک، از مغزی بادام، از شیری انجیر، از آب شهدود شد شکم اثر، اما کمه باز نینی ملول است و شیری مادر دلش کشول است. تشکر. اینجا ما از نگاره حرف زدیم و گفتید که یک خواهر دارید نامش زینب است. در خانه بجز از شما و نگاره و زینب باز کی هستند؟ اپا. نامی اپاتون چی است؟ منیژه. همراه منیژه نیز درس تیار میکنید؟ بله. کدام شعر رو اینجا شما میگویید که عزیزه به شما اپاتون منیژه اذیت کناندند؟ یگان شعر هست؟ بله. کدام شعر است؟ اکادون دراز من با تو عراس، از برای چی دوزی کردی باز، تخم مرغ من بردی از کتک، شکسته خوردی را به نمک. اکادون دراز من با تو عراس، خر تو قلنفور یا بی پیاز، من تو رو قپم هرچی میکنم، بالو پرد را قیچی میکنم. سلامت باشید. شما حساب کردن رو میدونید؟ شمردن رو میدونید؟ رقم ها رو 1 2 3 بله. تا چند میدونید؟ 100. بیایید تا 50 حساب کنید. من خوب شده است. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. تشکر. تماشابینان عزیز، وقتی که من میخواستم درباره عزیزه برنامه رو آماده بکنم کمی جستجو کردم، کمی عزیزه رو دانستم. عزیزه از 2 سالگی شعر میخوانند، رقص میکنند و حتی در تویهای خویش و اقربایشان تبریکات کردند. من آنها رو دیدم و اگر که هنوز هم میدونند یک شعر
عروس هست. شما آن را در توی خالتان خوانده اید. اینجا همان شعر را میتوانید برای تماشابینان قرائت بکنید. بله. شعر عروس را حالا هم میدونید؟ بله. بیایید آن را میشنوید. اپا جانی نخزی من بادام دو مغزی من این شب شبی تویتون مانندی محرویتون اپا جانم با ماشین بیا همروهی ماشین خونه ای نو میبریم خون پلاو میبریم با نغمه ای دفتار با سرودی یار یار با چچک اپا جانم کلینچک سالی دیگر همین وقت میجنبانم بالینچک. تشکر. عزیزه شما امسال مکتب میروید. اگر که کلان شده کی شدن میخواهید؟ کدام کسب را دکتر، آموزگار، ژورنالیست شما چی شدن میخواهید؟ روزنامه‌نگار. چرا محض روزنامه‌نگار؟ برای آنکه من خیلی روزنامه‌نگار را دوست می‌دارم. پس اینجا یک همکسب دیگری متولد شدند. عزیزه میخواهند وقتی که بزرگ شدند روزنامه‌نگار بشوند و عزیزه میدونید که روزنامه‌نگار شدن خیلی مشکل است. شما باید همین خیلی شعرهای زیاد را از یاد بکنید، کتاب‌های بسیار خوانید. شما کتاب خواندن را هم دوست میدونید؟ بله. حرف‌ها را میشناسید؟ بله. نوشته هم میتوانید؟ نه. هنوز نوشته نمیتوانید، ولی امسال که عزیزه به صنف یکم میروند نوشتن را میآموزند و ما باوری داریم که یکی از خوانندگان فعال شده و در آزمون‌ها اشتراک خواهند کرد. شما نیز میخواهید در آزمون فروغ صوفی دانایی کتاب است اشتراک کنید؟ بله. از روی کدام نامیناسیون؟ چون من میدونم شما نامیناسیون آن را میدونید. از روی نامیناسیون ادبیات بچگانه. بله. پس ما از همین روز به شما موفقیت میخواهیم. شما یک شعری مادر رو خوندید. به همین مانند یک شعر دیگر هست اونجا نینی خوبانی نام دارد. آن را میدونید؟ بله. بیاید آن را قرائت کنید. کاسه رو سردار آهسته بردار کاسه چینی در بر نینی کاسه پرآب است نینی چه خواب است کاسه رو سردار آهسته بردار آبش نریزد نینی نخیزد نینی خوبانی کاری آسانه. نینی خوبانی کاری آسانه. شما نیز خواهرتان را خوب میبینید؟ بله. تیز خوب میرود؟ بله. تیز خوب میرود. پس به زینب هم آفرین. شما در خانه پدرتان مادرتان هستند، اپاهایتان خواهرتان کدامشان را بیشتر دوست می‌دارید؟ کدامشان را زیاد دوست می‌دارید؟ همشان را. بله. ولی یک کس هست که حتما عزیزه او را خیلی زیاد دوست می‌دارد. کی است؟ مادرم و پدرم. مادرتان و پدرتان را دوست می‌دارید. تشکر. پدرتان به روسیه می‌روند، به کار می‌روند. وقتی تلفن کنند شما دویده نزد تلفن می‌آیید؟ بله. گپ زدن می‌خواهید؟ بله. در همین باره یک شعر است، شعر تلفن. آن را می‌دانید؟ بله. کدام شعر است؟ میروند اگر دادم به سفر هوشم به تلفن هر شام و سحر هر وقت تلفن صدا میدهد یک خبری نو به ما میدهد مادرم اول الله میگوید خواندن من را اعلا میگوید پس دادم به من کرده گپ زنان آفرین گوید دویم از تلفن. تشکر. اینجا عزیزه برای ما شعرها قرائت کردند، چیستون گفتند، درباره خانه‌شان سخن گفتند. عزیزه جان یگان شعر یا چیزی دیگری هست که شما میخواستید بگویید من نپرسیدم؟ بله. چی است؟ حاجستم در اتوبوس نشستم ناگاه دیدم یک پیر را پیری نفقت گیر را سالش قریبی 80 بزرگ می ایستاد جایم را به او دادم از این کارم دل شدم. آفرین. شما در کوچه اگر یگان همسایه‌تان یا یگان بابا است بیبی است بینید که در دستش چیزی وزمین دارد به او کمک میکنید؟ بله. چه خیلی کمک میکنید؟ میروم و صدقه‌شان را از دستشان میگیرم. میروید صدقه‌شان را میگیرید به جای درکاری میبرید؟ بله. سلامت باشید. تماشابینان عزیز برنامه استعداد گفتیم. اینجا عزیزه هستند مطلوب زاده 6 ساله در خانه می نشینند ولی پیشتر به باغچه عظمت می رفتند از خاله هایشان سبق آموختند. پس از آن می گویند نزد اپم می شینم هر چیزی که اپم می خواند آن را زود از یاد می کنم. پس عزیزه ما خیلی دانا و زیرک و هوشیار هستند. شما نیز چون عزیزه باشید نزد کلان سالان شینید هر چیزی که می خوانند آن را از خود بگویید زیرا آن به منفعت شما است. عزیزه با کودکانی که در خانه می شینند چی میگویید؟ چیکار کنند آنها؟ خوانند؟ بله. تلویزیون تماشا کنند؟ نه. شما تلویزیون تماشا میکنید؟ نه.
نمیکنید. ولی من توصیه میدهم که کودکان عزیز در وقتی معین در ساعتی معین تلویزیون تماشا بکنید، زیرا که تلویزیون همین گونه برنامه‌های کودکانه دارد، مولت فیلم ها دارد برای شما که آنها شما را به زبان آموزی به خواندن تشویق میکنند، اما در ساعتی معین خیلی کم. چون عزیزه بخونید، با مادرتان کمک بکنید، نزد کلانسال‌های خانه نشسته و علم آموزید. ما اینجا با عزیزه تشکر میگوییم برای قرائت‌های زیبا، برای چند لحظه‌ای که با ما بودند و باوری داریم که عزیزه ما سال دیگر به مکتب میروند و ما از موفقیت‌هایشان، از غالب آمدن در آزمون و المپیادها باز به شما اطلاع میدهیم. تشکر عزیزه. اینجا برنامه رو به انجام میرسونیم. یگان گفتنی دیگر دارید؟ بله. چی میگویید؟ گلی بهاری بوتی تطوری نبی دوری چرا نیابی نبیدی روشن چو ابری بهمن به نزدی گلشن چرا نباری. تشکر. اینجا با همین شعر عزیزه عزیز به برنامه امروزه استعداد حسن انجام میبخشیم. اگر شما نیز نفرانی هستید که استعداد دارید، میخواهید که استعدادهایتان را چون عزیزه دیگران ببینند، الهام بگیرند و علم آموزند، پس بیایید به برنامه ما. سراغ ما کاخ لایق شیرالی، آشیانه سیوم، تلویزیونی سیما است. تا برنامه دیگر باشد با شما خداحافظی میکنیم و با عزیزه به شما میگوییم خیر.